سلام قنده اصلا حالتون چطوره؟ من مرشاد AWM هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز نفر برداشتم آوردم سر 80 CP باشون دوئل گانازاد بزنم. اگه بتونم منو بزنم میگیرن، 80 اگه نتونم هم که چالشه دیگه. من بهشون پیشنهاد دادم. حالا بریم به ادامه ویدیو. اسنایپر اینجا برگشتم گفتم هر چی دوست داری بکش. حالا اینا که هیچی نمیگم، ولی سکوت نشانی رضایت. بریم داشته باشیم یه دوئل جذاب و بال با داشمشدتون. بچه‌ها چند وقتی من توی شورت ویدیوام سعی میکنم بیشتر حرف بزنم که شما لذت کافی رو ببرید. برای مثلا توی یه ویدیویی که میذارم بیشتر سعی میکنم فان درست کنم، چون الان بیشتر کسایی که ویدیوها رو نگاه میکنن فان دوست دارن. تو مثلا سطح بازی خیلی کم پیش میاد خیلی سطح بازی دوست داشته باشن، بیشتر ویدیوهای فانه. برای مثال متین TMX ویدیوهاش همش فانه، توش حرف میزنه. منم سعی میکنم ویدیوامو عین اون درست کنم، اما عین اون حرف نزنم، شبیه مال اون فان درست کنم. بریم داشته باشیم. بچه‌ها هاد جدید چیدم، این هاده باش میشه دراپ شد هر کاری کرد. خلاص اگه هادم خواستید من بهتون یه ویدیو میذارم، هادمم یه توضیحاتی راجبش میدم و هادمم براتون میذارم. چقدر هاد کردم. بچه‌ها ببینید این سیزن جوریه که اگه خواستید مثلا رنکتون رو لژند کنید فقط باید منتظر آلکاتراز باشید. ایزولیت انقدر بد شده تا استارت میکنی میفرستنت لابی، هر کاری کنی میری لابی، یعنی شانس نداری. اصلا تو دوام بیار، آخر باید چاپر رو برداری بری یه جا دیگه، مثلا بری گان بکشی دراپی جایی میریزن سرت مفبرت میکنن. خودش دراپ شات رو نگاه حال کن آجی. آخرش نفهمیدم دراپ شات بود یا کاور شات، ولی بی خیالش. این اسلات کنسلایی که میزنید و فقط باید با هاد 4 انگشتی داشته باشید. خیلی ها میومدن تو کامنت ها به من میگفتن آقا مرشاد ورد آموزش شلاقی رو بذار، چون من ویدیوشو گذاشتم شورتشو، گفتم 200 لایک بگیره اما نگرفت متاسفانه. ولی باش، من به عشق شما این ویدیو رو میذارم. بعد از اینکه این ویدیو آپلود شد 3 روز بعدش ویدیو شلاقی هم آپلود میکنم. امیدوارم که بعد از دیدن ویدیو هم بتونید بالاخره شلاقی بزنید. دیگه عمر دیگه آدم میگذره میره. یه وقتی مثلا یه ماه دیگه مرشاد معروف شد و این دوستاش موندم وسط، من گل دادم اگه من معروف بشم رفیقام و سابسکرایبرام هم حمایت کنم. ببینید معروف شدن به این نیست که برید فقط با یوتیوبرای معروف ویدیو بذارید. چون ببینید باش شما تو رفتی اصلا ویدیو رو گذاشتی، باش فردا سابسکرایبرای اونم بیان ویدیو تو نگاه کنن فقط یه باره، چون اونا فن اون طرفن، فن تو نیستن که. آخر فنات هستن که همه ویدیوهاتو نگاه میکنن حمایت میکنن. اون تهش بیاد یه ویدیوهاتو نگاه کنه بعد الفرار خدا حافظ شما. خداش این حرفایی که میزنم حرف دله، دوست داشتم با یه نفر با چند اینجوری بشینم حرف دلمو باهاش رد و بدل کنم. بچه یه موضوع دیگه هم هست، این موضوع درس و مدرسه هست. میدید در روز دیگه قرار مدارس شروع بشه، هم شما قرار درس بخونید هم من. میدید همین بحث باعث میشه که مثلا ویدیو گذاشتن که جای سخت‌تر کنه. به نظرم دراپ شد. مدرسه رفتن من نمیگم مثلا خیلی ها به خاطر یوتیوب مدرسه رو بریم کنن، نه، درستون رو ادامه بدید، یوتیوب هم ادامه بدید، موفق میشید. آدم باید دو تا کارو کنار هم ادامه بدید که موفق بشه. باید طوری تنظیم کنم که هم بتونم بازی کنم ویدیو بذارم، هم بتونم به درس و مشقام برسم. درس و مشق ولی بهتون بگم شورتو که هر روز داریم، شورت ویدیوها رو هر روز میذارم. حالا ویدیوهای بزرگ و لانگم ممکنه هفته یه بار بذارم، یا شاید هم 2 هفته یه بار. میدونم حالا کمه این، ولی دیگه همون بحث درس و مشق اذیت میکنه آدم. آره خلاصه دیگه بیایم از این بحثا بیرون. خودش ناراحتتون کردم، ولی خودش این هاد جوری تنظیم شده که راحت شما رو با یه اسلاید خفن بگیرید بزنید، یا مثلا همینجوری کاور شات بشینی زمین بخوابی زمین طرفو بزنی بشینی. عجیبه آجی. مکدن سیزن گان بافیه، یعنی به نظر من از فنک هم بهتره. ناگه انا یارو فنک داشت نتونست منو بزنه. مکدن به خاطر ایم قشنگی که داره، ایمش بیده یه جوری ساخته شده آدم لذت میبره با مکدن میزنه تا با فنک ایمش گرده آدم خوشش نمیاد، اما مکدن یه حس و حال دیگه ای با آدم میده، حس و حال سنگینی آهنی بودن. تو این چند روزی که من ویدیو میذاشتم خیلی از رفیقام اومدن بهم گفتن مرشاد تا بری یه اکانت درست حسابی بگیری وگرنه نمیتونی معروف بشی. چون الان همه یوتیوبرایی که معروف شدن اکانتاشون مثلا بالای 20 میلیون پولشونه. ببین بچه‌ها من فعلا دستم خالیه،
خداییش بهتون میگم اگه واقعا پولی دستم بود من اکانت درست رو می‌خریدم. اونجوری نیست که مثلا لچ کنم بگم نه بابا ول کنم میخوام اکانت چیکار، همینجوری از یوتیوب پولی در میارم. نه اونجوری نیست، واقعا میرم اکانتمو میخرم. اگه پول دستم بیاد یه اکانت 5 6 میلیونی هم جور میکنم. ولی بچه‌ها این نصیحتی که مرشد بهتون میخواد بکنه رو آویزه گوشتون کنید. اصلا برای اکانتتون سی پی نذارید مگر اینکه بخواید بتل پس بگیرید. چون ببین تو میدی 2500 میدی یه 5 تا سی پی میزنی برای خودت زمان بر یا هر چیزی. فردا بخوای مثلا به یه گانرتیکو دا لول 2 ببری اون اکانت تاش از 1500 بخره. ببین خودشو بکشه اصلا 1800 باز اونجا تو نزدیک 600 700 میلیون ضرر میکنی. پس به نظرم بری اکانت بخری با ارزش‌تر از اونی که بخوای سی پی برای اکانتت خرج کنی. سی پی گفتم مگر اینکه بری بتل پس بگیری این مشکلی نداره. توی ویدیوهای اخیرم گل داده بودم که مثلا هر هفته گوره کشی بتل پس داریم، اما میدونید بچه‌ها چون کانالم رشد نکرده من نمیتونم گوره کشی را بندازم، چون باید تعداد حداقل به 100 نفر برسه که بتونم گوره کشی را بندازم. به دلیل همین فعلا میذاریم برای بعدن کاری اصلا نه با کاستوم داریم نه با گوره کشی ها. فعلا تمرکز میکنیم رو همین بازی کردن و آموزشامون که ببین این کانالمون میرسه به 100 نفر یا نه. اگه برسه که من خوشحال میشم، اگه نرسه هم که ناراحت میشم دیگه. غیر از این میخواستم بگم. حالا وارد جو بازی بشیم. خودش اینا خیلی منو دارن بد میزنن و 117 بکشیم ببینیم چه کار میخوایم بکنیم. خودش استاد کنسل هم خیلی به من حال میده این جدیدن، چون هاده قبلیم سنگاشی بود الان 4 خیلی بهم ها داره حال میده. مخصوصا کاور شاتایی که میخوام زمین میزنم به طرف، هر چی سعی میکنن منو بزنن نمیشه. یعنی هادم جوریه که راحت یه بک اسلاید میزنم پارشون میکنم، ولی اسکینم میشینه میخوابه زمین میخوابه زمین منو داره اذیت میکنه. دارید مفبری میکنید منو که مرشاد مگه تو ترک نبوده چرا لهجه افغانی شد؟ عیب ندادش اشتباهی تایپی بوده. آخه نیلی کوچولو میخوای منو بزنه؟ بیا بزن جان. خداش چقدر باهاتون حال میکنم، همه بک میایید همه جلوم. خداش من گناه دارم اینجوری با من رفتار نکنید. نگاه 1 اچ پی هم وای بی شرف مکته میفنک داره برای من میکشه. آخه چرا نمیخوره شاتام؟ بیا ببین لام هستم نامردا لاکردا دیگره با بیا وای نشاط نباید تو ببازی. اینا 27-13 خودش این نتیجه رو تو زندگی ندیده. بیا کجا رفت آقا؟ میبین پشت من تو تون من. آقا چه خبره اون پشت؟ مشتو میخوای با من بازی کنی؟ آقا گناه دارم به خدا به من رحم نمی کنید، به این اسکایلا رحم کنید خداییش. نگاه اسکین معصومشو درسته حالا 85 نیست ولی 60. آقای سانسورش کن اینجا رو. بیاد بازم که اینا دارم مفری دوباره. آقا به نظرم کاور شات عالی. این من بکس. آقا چجوری رفتیم بکم؟ عجیبه. بیا عمو میخواد. نه صفحه وای نسه. نه اون بالا دستمو کشیدم اومد پایین. اشتباهی تایپی پیش اومد دوباره. بریم چون بک میزنیم بی سرسه. باز منو زدن. اینا مفبرن کنار هم. این ور میپاییم اون ور. ممکن اصلا از هر دو طرف بیان بذارن همون جایی که نباید. خدایی هر چقدر سعی میکنم ویدیوام به 10 دقیقه برسه نمیرسه لام هستم. آخه من چیکار کنم؟ این فکر کنم اولین ویدیو باشه که به 10 دقیقه برسه. ببینید هر چقدر حجم ویدیو میره بالاتر یه دفعه یه ویدیو 5 دقیقه بعد 2 گیگ آپلود کنم. خودش من 2 گیگ اینترنت اگه پیدا میکردم انا بهترین پلیر ایران بودم. نه خودش ولی بحث اینترنتش نیست، بحث طول میکشه. میدونید بحث آپلود شدنشه، طول میکشه آپلود بشه. با این وضع اینترنت ایران هم که میدونید 2 مگابایت بر ثانیه، برای من نیم مگابایته. کیلوواتی دانلود میکنه آپلود میکنه و به خاطر همین منم مجبورم که ویدیوها رو یا کوتاه بذارم یا کم حجم کم کیفیت هم بشه که شما خوشتون نمیاد دیگه. به بزرگی خودتون بچه‌ها ببخشید، ولی این ویدیو رو قرار با کیفیت بذارم هم مقدار ویدیو رو ببرم زمانشو بالا. پس نگران هیچی نباشید. بریم کیل آخر به عشق خودتون بزنم و این بازی رو به اتمام برسونم. بیا و تمام. درود خدایانه آمون بر تو.
خوبش کنین داشتم که آخر بازی هم با من حرف نزدن، ولی این اصلا مهم نیست بچه‌ها. حتما ویدیو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید که من به حمایت شما خیلی نیازمندم. فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.